قیامت وقتی خدا زندت میکنه برادر عزیز، اولین سوال همیه نماز تا خواندی یا نخواندی؟ تصور کن پیامبر میگه اولین سوال نماز خواندی یا نخواندی؟ بعد چی گفت پیامبر؟ فاین صلحت، آدمی بود که 5 وقت نمازش خواندگی، میگه الله مهربان تو دانایی که من نماز ما هیچ قضا نکردم، خواندم، فقط افلا و انجح. پیامبر گفت این خوشبخت چی، این سربلند شید، این عزت یا و این فسد. رنگ اگر انتری اعتقاد باشه که یک بچه مرا دلم تازه، نماز چی حاجت های؟ اونجا میگه فقط خواب و خسیره، این خار زلیج. برای همه چون کتابای ما میگه روزی محشر که جان گداز بود، اولین پرسش از نماز بود. پس مکن در نمازها تقصیر، تا در آن روز باشد توفیق. دادن عزیز به